وکیلان دوم دولتی در پایین رفتن قرب روبل روسی مهاجران را گناهکار می‌دانند. در این باره خبرگزاری روسیه لنترو از نقل وکیل دوم دولتی کمونیست میخائیل ماتویف می‌نویسد: مهاجران در روسیه درآمد خود را از اقتصاد کشور گرفته به وطنشان می‌فرستند و به این وسیله طلبات را به اسعار خارجی به طور صنعی به وجود می‌آورند. با گفته ماتویف این مبلغ‌ها به بازار اسعار تأثیر جدی می‌رسانند و روبل را ضعیف می‌کنند. ماتویف در تلگرام کانالش ابراز داشته است که میلیون‌ها مهاجرانی که در روسیه کار می‌کنند همه ساله درآمد خود را به وطن می‌فرستند. معلومات دقیق درباره انتقال مبلغ‌ها طور چند سال مخفی بود، اما معلومات موجوده نشان می‌دهد که سخن درباره ده‌ها میلیارد دلار می‌رود. با گفته وی در سال 2023 حجم انتقال از روسیه به تاجیکستان 5.7 میلیارد دلار را تشکیل داده است که معادل تقریبا نصف مجموع محصولات داخلی این کشور است. از روسیه به قرقیزستان تقریبا 3.1 مجموع محصولات داخلی و به ازبکستان بیش از 14.5 میلیارد دلار فرستاده شده است. به ادعای این مقامدار، مهاجران و دیاسپوراهای آنها همه ساله از بانک‌های روسیه به مبلغ 10 میلیارد دلار اسعار می‌گیرند که این طلبات به دلار را تحریک می‌دهد و قرب روبل را پایان می‌برد. قبلا رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که پایین رفتن قرب روبل به افزایش تورم مربوط است. او تاکید کرده است که وضعیت با قرب روبل تحت نظارت است و هیچ اساس برای واهمه وجود ندارد. قرب اسعار همچنین به تغییریابی قیمت نفت وابسته می باشد. این در حالی است که پرزیدنت پوتین قانون درباره بودجه سالهای 2025-2027 را امضا کرد. این خرج در سال 2025 13.5 تریلیون روبل برابر با 145 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. تقریباً 41% خرج عمومی روسیه و بیشتر از پولی که برای بخش تندرستی، معارف، سیاست اجتماعی و اقتصادی ملی وعده شده است. به این دلیل از سال 2025 مالیات از درآمد، صاحبکاری خرد و میانه، استحصال گاز و نفت و انگشت در روسیه افزوده، انداز اکسیزی برای مشروبات، سیگار و نوشابه‌ها نیز بالا رفته است. طبق اطلاع انجمن صادرکنندگان و وارد کنندگان روسیه در سال آینده نرخ تمام محصولات تقریباً 20% و خدمت خواجگی منزلی و کمونالی 10% بیشتر می شود. به نگاشته زبل اختصاص 13.5 تریلیون روبل برای مدافع و امنیت در بودجه سال 2025 در تاریخ روسیه پساشوروی ریکوردی است. این رقم در بودجه سال 2024 10.4 تریلیون بود. بر علاوه وکیلان دوم دولتی هنگام ایبدار نمودن مهاجران با پایین بردن قرب روبل روسی درباره میزان تورم این کشور که به 8.5% برابر شده است حرف نمیزنند.